مثل همین شعبچه ما زیبا باشد، مثل همین ملکه این شعبه ما زیبا باشد و خانهشان فقط توی و رقص و شادی و خرسندی باشد. من میخوام یک چیز یادرس شد پیش از گپ زدن برادر ارجمندم. همین حاضر مالش نگه زنکان ما شما را گدارم گپای ما شما را بسیار دست شب در دوره شوروی وقتی کلیش خانه داماد میرفتن کلیچکای پیش اعضای حکومت اکرام مادر داماد عمجان و خالجان میگفتن این کلیچکای پیش باز این کلیچکای امروزه عصر 21 بلاش نگی آچجان میگن آچجان میگن کلیای شما همه خیلی دروغه گرک کلیتم دروغه اپا وای در پیش شما ای سیاست شما طرز شما آچجان میگن این آزا خود در این توی دارن کلی در خونه مانکو خونه به دشمن مانکو اپا وای کلیچک امروز 10 بار قطعی آچش زنگ میزنن با آچش رو زنگ ها باور تو زنگ زنگ کلی همون تلفون میگوی کلی بنده قطعی آچش گفت زیسته با آچش چی میگن در جایی کلی کن چی میگن دختر کن در خانه و میگن آچت کو شما در نظر دارم با کلی چی میگن نمیز رستورانی اما توی رفتگی یا کاسا برای خواروی گیتلیر میزنیم ما همین خواهر زیبای خودم در یک نصیحت نه مسئولیتی برادرانه دارم خونه ایو همچون فرزند آمدی همین یک همچون برادر تر یک گپ میگم هیچ وقت همین دخترای کو شما زلکا ویران میکنید رو آچجان که مناسبت زور میشود زور نمیشود آمدی همین خانه در نور ایره تاج سر آچجان نگو همین خالجان گو عمجان گو صبح بروقت خیز آبی طهارت خسور خوشامد تدی دعاشو نگیر انا میشود مناسبت زور اگر زلکا گپ من راضی باشین یک قطعه برای کلی میزنید که با پای قدم شود شعبشه اصلا در تاجیکو میگن که 4 پیر و 4 تدبیر یعنی پدر و مادری خودت و پدر و مادری انمی کلی در نظر دارد فقط دعا گیرین کاری خیر میشود کاری ثواب میشود با رنگ درخت میسازیم و میوه های پرثمر به بار میاریم تمنا میکنیم این بیزار آینه نمونوی شود شمال این خاندان با تمام مناطق کشور وزد دیگر از غم و غصه از آفتهای آمده همه ما و شما را نگهبان باشد و فقط توی شادی در این خانه پایانداز باشد یک قرصک بزنیم یک بار دیگر قرصک بالا قرصک قطع قیقاساش بزنیم یک بار دیگر توی در این خانه مبارک باشد مبارکی سربلندی و خانوادی برای شما تمنا میکنیم و شما دیده بیدار تمنا دارم و شما قلبی پرانوار تمنا دارم همو در دل ما کوهی گران را مانند و شما شادی بسیار تمنا دارم همه یارم ولی یاری وفادار کجاست با همین داماد نازنین یاری وفادار تمنا دارم از دم برادر از مکر نوروز شوارسی نازنین یک بار دیگر تبریک میکنیم قرصک بالا قرصک توی در این خانه مبارک باشد شوارس اجازه داشتیم استراحت کنیم که کمکم مشق کنیم کلام هنرمندی که اومد کمکم مجبور بخیر تشریف زود باید همین معرکه دو واپس نداری چی با یک دفعه درسنت میترسی با دپش ما پخ کرده گپ میزنید یکی تو اگر میترسی اگر ما یکی انسان ما احترام میکنم هر وقتی که خانه میبرم طرفی آدم یک سخن خوب گپ بزنه مثلا چی میگی اینا یک نصیحت به جوانا با آدمایی که نام خانه دار میشود با آدمایی که اومد در زندگی خانه دار شدگی هستند در مورد چی تو گپای باید همیشه زن باید احترام کردن در کار به خاطر که زن در هر یک خانه‌دار ستون خانه زن همین زن نباشه خانه چپاگردان میشود این نسبت بشم خودش چه جان تو سقای آدم شد زن ستون خانه نمیشه یک وقت یه اربایی مثل نگاه چیه در جا دیدی زن ستون خانه شده است تو مذهب نیست می با امید زن خانه بنیاد نکن اگر زن ستون خانه کنی کو وای خانه کو در برون چپ میشه مثلا تو مذهب نیست کی ستون خانه مرد ستون خانه میشه مرد فقط مرد اگر یک فایز مردکا باشه 99 فایزگش ستونای خونه علمی زن علمی مادران نکه اگر نباشه خانه غیرانه یک قرصک بزن بر خانه مادران قرصک بالا قرصک بزن اینا اگر زن ستون خانه نباشه همین مردکا بیهوده قرصک بزنن اینا اینجا ستونای بیستون بسیار اینه سب فایز بیستون برای خاطر باید همیشه آیله احترام کردن دکن پدر مادر احترام کردن دکن اینا ما هر وقتی که خانه که میبرم طرف آیله یک کامپلیمنت میکنم یا سخن خوب بگو که تا دل آیله با زندگی تو نزدیکتر بشود شیرین‌تر بشود لیکن همین گپ شما با من راضی هر کسی که اویله دار میشود یا که مجرد است اویله دار هست میشود خداوند همین گپ همین نگیرید راست میگی واقعا هر صبح که ای خانه میبراییم کار میریم یا روز سفر میکنیم
یک سخن خوش و شیرین گفته دلی همه کیه تو بگه با گرد کنه. بله هر وقتی که خانه که بریم نمیرم طرف هم یک کامپلیمنت نکنم. مثلا این وقتی که سر خانه که برآمدیم طرف هم توی دادن آمده باید ما گفتم سخن شیرین گفتم سلام همین داماد یاد بگیر اکا نه تنها داماد تمام جوان باید رد گیره. چی گفتی؟ یاد بگیر چی نگاه بکنی؟ گفتم چی گفتی؟ گفتم سلام گفتم سلام او بچه گفتم سلام یک کلاب که قطعه هم زنت یادی سه با تو میره دیگه نمی بیویی یه سه چون با بگو احساسات قطعه بگو زنت باورم بکنه گفتم سلام گفتم سلام گفتم سلام تو بهترین زن در روی دنیایی. چی گفتی؟ تو بهترین زن در روی دنیایی. دوره که گفت ببینی یا پایی با اینو باور میکنه ساده های گفتم سلام مثل تو زیبا در تمام روی دنیا نیست. یک بچه گفتم سلام رنگ تو خوشبو در دولت آفریقا نیست. کجا؟ آفریقا او یکم دولت سفید نیست والله من که جا میدونه که مردم آفریقا چه خیلی داره. گفتم سلام تو تجیگری مایی او بچه تو تجیگری مایی الان گیره کرد گفتم شما سر سال زندگی اینقدر سخنان شیرین قاره و زبان شما میشنوم من طرف الان گفتم من هم نمیدانستم من هم نمیدانستم الان یک چند اسپیس همه قرابالا رفتم دختورا گفتن که تجیگر کیرم بعدی خاطر باید همیشه آیلان اعتراف کردن در کن یکی هم واقعیش نکرد مثلا؟ یک مردم بین رقصتا بیشتره که یکی ببینه که این زرکات تعلق داره یکی ببینه که یک 700 نفر مردم یک تابوت طرفی همون مزار برده ایستادن یکی پیش هم مردم یک تا تکه هم رفته است تکه این مردم نمیده حیران نشود میده خیچه در همون جنازه دوغونی میکنن میرون خلاصیدن مایت دفن میکنن بعد نگه میگه چه صاحبی مرده کیه میگه این برادر بعد میره میگه اظهار همدردی این آدمی که مردگی بود کی بود بعد این مردم میگه این آدم مردگی خشتابان بود بسیار انسان خوب بود مثل مادر دوستش میداشتم میگه خیلی اظهار همدردی میگه که اون تکه پیش نفهمیدم اون تکه چی معنا داره گفت اون تکه همین خشتمان بندگی کرد بعد مردم کریا میکنه میگه اکا اون تکه را 3-4 رنده نمیدی بعد مردم میگه برا گوشه میگه همین 700 نفر مردم به خاطر اون تکه میگه آمده گیا یک ترسه برای خوشکارانو میزنیم و این همه شوخی بازدیده باشین شما ما زنا را حرمت میکنیم و پروردگار را شکرانه میکنیم که شما را به وقتی بلندی ما مردکه آفریده شما زنا هستید که خانه ما تازه رفتگی چراغ خانه روشنه سر و لباس ما تازه شکن کودکای ما سیره گرچند ما میبیاریم قید کردن در کار شما نیم خام نیم پخته میتین همه مکتباتی کلامه بار یک ترسه برای زنا برای خانما بخص برای عروس و برای داماد بزنیم چون اینجا هنرمندان بسیار هستند ما کوشش میکنیم که یک سنون اینام مردم و تمام خانما تقدیم کرده بشه برابر چیزان کنی برابر چیزان کنی
چشمات سیاهت را که دارم دو ابروی دو بیمارت را که دارم بگشتم تو مکان صحرا و صحرا ندانم اختیارت را که دارم ندانم اختیارت را که دارم خودت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیراهنت گل خودت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیراهنت گل امشب چه شب شبی گلفشان شب پیچیده به هم تو عشقی پیچانی شب چشمات سیاهت را که دارم دو ابروی دو بیمارت را که دارم بگشتم تو مکان صحرا و صحرا ندانم اختیارت را که دارم ندانم اختیارت را که دارم خودت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیراهنت گل خودت گل سخنت گل یک بار دیگر همه شما را به این خانه در هوا خوش آمدید بگید به شما نوری در پادیسان قدم‌های شما نوری دیدم خوش آمدید سلامت باشید